همه دوستان های دویم اتاج نگاه میکنیم چقدر آدم ها طواف میکنن. این نظر کردن به کعبه مکرمه همین خودش عبادت حساب میشه. خدا انشاءالله در این مکانی که ما هستیم دعا میکنیم که پروردگارم بیمارای ما رو شفای کامل، آدمایی که برادرای ما، خواهر و برادرای ما که در خارج هستند، پروردگارم در کارهایشان برکت عطا بفرما، در مالهایشان، در فرزندهایشان برکت و رحمت را نازل بگردان و همه مسلمانان را پروردگارم و جنت فردوس داخل کن، گناهاشون را بخشیده یا رب العالمین. پروردگارم در دلهای ما دین مبین اسلام را و قرآن را و سنت محمد رسول الله علیه و سلم را تعظیم و بلند بگردان یا رب العالمین و از گناه ها، از رفتارهای بد مرا دور بگردان. آمین یا رب.